زیاد چیزی درباره‌اش نمیفهمم. اما که میفهمم از زنش جدا شده، بچه‌شان به قتل رساندن. مادر گفتی بچه‌ش به قتل رساندن؟ چه بد. اما کی کشتش خواهر؟ امرای وادم دیگر نمیبینی دخترم. نفهمیدم. سیفدا تو به زبان خود گفتی نی بچه خود به قتل رسانده. واضح از دیگه که یک آدم دشمن دار است. والا راست میگه پدرت حق به جانب است. پدر به خاطر نجات دخترتان حتی از او یک تشکرم نکردین نی؟ تمام شب عجیب طرف و فقط سل کده میرفتین. چرا قدر پشت این موضوع را گرفتین؟ من خودش نفهمیدم. چرا بگیرم دخترم؟ یک آدم جنجالی است دیگه. ده اصل کسی که جنجالی بود مستم. به خاطر من زندگی و آدم ده خطر رفتید. اگه کسی نخواه ببینه بازو مولا علی است. ملای چی دختر مرد قملا گفته میری دیوانیم کدی؟ مولای مسجد است دیگه نی؟ در منطقه کلگی برش مولا میگن. او مولا نیست. نه چیز نیست. ای چیز نیست. ما بدون استفاده زندگی کردن نمیتونم. اما نمیخوایم که در این کار تو هم ضرر ببینی کاکا. علی نباید به خاطر ما همراه تو دشمن شوه. تو برش بگو گپ مرا قبول نمیکنه. تو را میکشم آیگار. منتظر علی نمی باشم، میکشمت. بگی کاکا. بکش. ما بیاز مرده. حالا منتظر چی هستی؟ بگی. بان ایره در کمرت بان. تفل نشو. او علی را میکشم. او را از بین میبرم. استاد شو. برات گفتم استاد شو. به قسم نمیشه. با این شکل فقط خودم میکشی. ای که کسی تو را بکشه ما چشم پد کردن نمیتونم ایگار. تو فقط بیادرزاده من نیستی، مثل بچه من هستی. بچه من هستی. تو هم مثل پدرم هستی کاکا. بعد از مردن پدرم ما به تو حیثیت پدر دادیم کاکا. آهیگار بیبی بچیم، علی مثل کسایی نیست که تو مشناسی. به خاطر کشتن او با یک پلان بسیار کامل ضرورت داریم. تو او را درست نمیشناسی، شکست داده نمیتونیش. با تو درباره یگان ضعف علی، درباره بیادر گم شدهش گفته بودم.
او ضعفش است. باید همه چیزا بفهمیم. درست است کاکا. یک غلطی میتونه هر دوی ما را به دام مرگ ببره بچیم. من سفداستم. ماملی هستم. خوش شدم. آقایگار خوش آمدین. شما وقت زنگ زدین مام چای صبح آماده کردم. اگر نخورین باز حال چای خوردن بان توکچه. درباره علی هر چیزی را که میفهمی بریم بگو. یعنی چیز زیاده نمیفهمم. تا جایی که میفهمم کسی است که به نیازمنده و محتاج و کمک میکنه. همین قسم میگن. گپای مفتبان توکچه. دیگه چی؟ دیگه چیز نمیفهمم. از دان سفدا باید بسیار گپ بگیری. درباره علی و خصوص درباره بیادر گم شده او هر چیزی که از تمامش با فهمیدی؟ درست است. شما هیچ تشویش نکنین. من هر چیزی که از دستم بیایم میکنم. البته اگه کمکم به دردتان بخوره. میخوره حتما میخوره. در این کار از هر چیزی که فکر میکنی فایده زیادتر است. برای فعلا است. تشویش نکنین. من از کل چیز خبر میشم. منتظر خبرت هستم. یک گلاس چای میخوردیم. دفعه دیگه. خوش آمدین خیری بیادر. چی جریان داره پیلوت؟ نفر روان کردن سر خانه چی مانا میده؟ مستقیم میگفتی میامدم. همو تو اجاب میکرد خیری. خوب گوش کو چی میگم. به کسایی که نان به دست میاره احترام دارم، اما به شرطی که از راه درست به دست بیاره. تو چرای خانم رو لطو کوب کردی ها؟ نیکی اینا پیشت گریه و زاری کردن چطور پیلوت؟ آدم تو مسئولی کار راستی و اینا رو مجبور ساختی گریه کنن. تو یک بار حالتشان رو ببی؟ یعنی اینا کار خدا صحیح انجام ندادن ها؟ اما تو صحیح انجام دادی. همه قسم دی چی گپ از پیلوت؟ کار ما به من یاد میتی؟ تو راستیشه بگو. اگه سر کار ما چشم دوختی که بفهمم. وداعت یه آدم چی کار میکنه؟ شاید نمیخواست قسم بگه پیلوت. وداعت برات گفتم ای آدم چی کار میکنه ها؟ خانم را میفروشه دیگه. ها یعنی بیشرفی میکنه. باز با من میگه که اگه سر کارم چشم داشته باشی بگو که بفهمم. مرا میگه
مرا بسیار معذرت میخوایم پیلوت. من نمیخواستم بگویم. خیلی میخواستی چه قسم بگویی لعنتی؟ کار ما بسیار خوب انجام میتونم پیلوت. ها مام کارم خوب صحیح انجام میتونم. او هم بسیار خوب. میفهمی که کارم چی است؟ با کردن دنیا از دست تو واری آدم های کثیف و احمق. اکرم اینا را به شفاخانه ببرین. در جیبشان هم جیب خرچی بانین. جسدی بی وجدانم از اینجا ببرین. دخترها برین. سیفدا خواهر؟ بله خدا داد. با تشویش استاد علی هستی اما تو نیست؟ گفتم میتونم که بله. استاد علی خوب است اما پیشم نیست. من پیشو نیستم. یعنی تو هم پیشو نیستی که با تشویش شدی از من پرسان میکنی. البته انسان کسی را که دوست داره با تشویشش میباشه. صبر کن یک دقیقه. ای گپ دوست داشتن علی دیگه از کجا شد؟ دوست نداری؟ اما هر کس استاد علی را دوست داره. درست است باز بعدن گپ میزنیم خدا داد. بگی جان مادر. کوکسال از دیشب تا حالا هیچ چیز نخوردی. حالا دیگه از این پنیر کمه بخو جانم. اشتیا ندارم. چشمایت هم خونوار سرخ شده. به خاطر که دیشب خو نکدی از امی خاطر تو شدنی؟ پیش دکتر بریم کوکسال جان. چند دفعه برات بگویم خیریه نمیخوایم که برم نمیخوایم. سیس ما دیگه رفتم مادر جان. صبرم من همراهیت میکنم بچه. مادر پدرم چی مشکل داره؟ هیچ چیز نمیگه وضعیتش خود دیدی بچه. صبح بخیر خواهر جان. صبح بخیر جانم. کجا میری؟ امروز به یک رستوران پیش یک دوستم به خاطر کار میرم. ما رفتم دیگه خداحافظ. نه وقت نبیایی جان مادر درست است؟ متوجه باشی. با چشم ما جان. متوجه باشی. بیا. صبح بخیر پدر جان. حالا بیشی چای تا به خود دخترم. همه نمیشینه مادر تو چم در چای منتظرم است. ما بر چی گفته بودم؟ سیفدا ها؟ چی گفته بودین پدر؟ گفته بودین که دیگه همراه علی نباید ببینم. خب به خاطر که در یک منطقه هستن نباید دکترم ببینم پدر. کوکسال قصرش فشار نیار. تو هم میفهمی خود چی چیزا شد. اگه لازم شود تو اکچرم دیگه نخودید. در اون منطقه چی کار داره ها؟ دختر از دست تشویش کم مثلا انفجار کنم بگونی چی شد؟ امروز علی را دیدی توکچه؟ به خانش رفتم نبود. خدا میفهمه کجا رفته باشه. نه من از کجا ببینم؟ من امروز هیچ از خانه نبرامدم. آی نه دیگه سیفتا. تو چرا با دیدن استاد علی رفتی؟ هیچ اما تو تیر میشدم باز رفتم. بغیر از او کالای تو را ما آوردم ده این تست. حالا دیگه بان کالاره. حالا برم بگو امروز استاد علی چی کدی؟ ده اصل تو برم بگو. تا امروز چرا درباره علی چیز برم نگفته بودی؟ چقدر وقت میشه که در این منطقه زندگی میکنه؟ حالی دیگه چی مانا میده؟ تو یک بار طرف چشمای ما ببینی؟ تو را یگان چیز شده. آی نه دیگه تو هم توکچه. چی ربطی داره؟ بلیاز خدا. نه هیچ انکار نکو. تو تحت تاثیرش رفتی. تو چی کده که تو تحت تاثیرش رفتی؟ درباره بیادر گم شدهشان برای چیز گفته؟
درباره دردایشو یتیم خانه. درباره بیادر گم شدهش تو از کجا میفهمی؟ ما فکر کنم اما تو یگان چیز شنیده بودم. نه که دروغ بوده چطور؟ نه جانم، راست است. در خانهش یک دانه توپ برفی بود. مامش ربایی را شکستاندم، توته شد. بعدن باز فهمیدم که جوری از او پیش بیادرش است. به خاطری که بتانه پیداش کنه سالاس کورا پیش خود نگاه کرده. چطور یعنی؟ چه قسم او را پیدا میکنه؟ بیادرم به خاطر نجات خود وقت از اونا فرار کرد. باز فقط همون توپ برفی را امرای خود از خانه گرفته بود. باور داشتم از برکت همون توپ برفی پیداش میکنم. با وقتی هم کورا پیدا میکردم میگفتم که بیبی توپ برفی است که مادرم به ما داده بود. سیفدا جانم، کشتید غرق شده. حالا بگو. صبر که برات میگم. حالا از امو جوری او توپ برفی پیش بیادرش هم است. به من خواهمی قسم گفت. خیره، من به دیدن دخترم میرم. اگر به دیدن او آدم رفته باشه باز کوکسال بیبی هیچ خوب نیستی. در کدام جای افتی در زوف خواد کدی. کاش که خیریه، کاش که شما هم نجات پیدا میکنین مام. ای دیگه چه قسم گپ است؟ استاد شو کوکسال، صبر کو گپ ما بشنو لطفاً کوکسال. خب بگو درباره علی دیگه چی میفهمی؟ خب دیگه چه بفهمم دختر؟ راستی تو چرا درباره علی قدر از من سوال پرسان میکنی؟ آی چرا پرسان کنم جانم؟ اما تو با تشویش بودم از او خاطر. خب دیگه ما میخیزم خود آماده میکنم. حالا برو تیار شو. عجله کو، به آرایشگاه میریم دختر. میرم جانم، هنوز زیاد وقت است. آقایگار همراه سیفدا گپ زدم. کل چیزا گفت. درست است توکچه، درست است. باز ما برات زنگ میزنم. درباره بیادر گم شده علی یک چیز نو فهمیدم. جانم؟ تیار شدی؟ آماده هستم. های وسایل تو هم اینجا مانده بود. بگیده بکست بار. بته مام از تو را میتم، درست است؟ یک چیز دیگه، انشالله رشگاه نزدیک است نی؟ نزدیک است. اگه کسی دیگه نباشه کار ما را زود خلاص میکنه. بسیار خوب است. حالا دیگه بریم. یعنی که با واسطه او توپ برفی بیادر خدا پیدا میکنه. خوب است، اما چی به درد ما میخوره کاکا؟ علی حتی در تاریکی هم واضح میبینه، اما موضوع اصلی است که وقتی مسئله بیادرش باشه باز کور میشه. علی را امرای همی ضعفش از بین میبریم، اما کار با از بین بردن علی خلاص نمیشه. دولت باز پشت ما را اعلانه میکنه. به هیچ شکل نباید از خود رد پا بانیم، فهمیدی؟ پیلوت به خاطر ای کار از او استفاده میکنه. من حیث خدمتکار کلگی درباره دشمنیش با علی میفهمه و کلگی هم به ای باور میکنه. در بینشان چی مسئله است؟ علی اجازه نمیده که در منطقهش کسی مواد مخدر بفروشه. فکر خوب است به منطقه علی یک نفری را باید پیدا کرده روان کنیم که فکر کنه با پیلوت کار میکنه. اگه نفر پیلوت کت علی مقابل کنیم باز بعدن هر دوشان کشته، باز تو گفته میتونیم که یکی دیگه خود از بین برده. اون نفر را پیدا کردم. کی است؟ سینان، بیادر سیفدا. تو در صدد چی هستی اویگار؟ بیادر دختری را که تو دوست داری میخوایی بکشی؟
میخوایم که سیفدا برای همیشه و همیشه از او آدم نفرت کنه کاکا. ای گپت خود درست است، اما ایره برم بگو که پیلوت قبول میکنه سینانه به منطقه علی روان کنه؟ او طرفش دیگه آسان است. پیلوت از ما یک جان قرضدار است. اگر ما بخوایم او کارا میکنه. خوب است. پس حالا برو دیگه. پیلوتا به خاطر که ای کارا بکنه قانع بساز. دیگه شه به ما بون. کوکسال استاد بلیاز خود استاد خواهش میکنم بیا که خانه بریم. تو پس برو خیره. ور کده اصلا ما دگام خراب نکن فامیلی. بیبی کوکسال نه گناه دخترت به گردن گرفتی. اینه بیبی پیش توکچه آمده بود. علی علی سیفدا سلام. کجا بودی؟ پیش تغرل پدر میرم. کمی به او خریداری کردیم. تو امروز صبح به دکان ما رفته بودی نی؟ نه من راستش پیش توکچه آمده بودم. وقتی تیر شدم تو رو ندیدم. باز به هر صورت دستت چطور است؟ یعنی چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم. خانم دایگو امروز پانسمانش کرد. روز به روز خوب شدم میره. خب در کجا پانسمان کردی؟ نفهمیدم. یعنی در خانه کردی یا در دواخانه؟ در دواخانه. چرا پرسان کردی؟ هیچ، همون تو پرسان کردم. کوکسال ملا صاحب، ما پیش شما میامدم. سیفدا خیر به خاطر شما زنگ زده بود. اما خودت میبینی اینه یکی دیگر رو دیدیم. پس لازم نیستی که پاره بگویی همون تو نیست. تو چرا با ما زنگ زده بودی سیفدا؟ به خاطر که دوستت داره. چه یاد نگو خدا داد. ما همون قسم یک چیز گفتیم برید. پایین شو تفلک که مفتی. و بچه اگر گفتم پایین شو صبر کن. پایین شو خدا رو نگنی گرفتی. پایین شو از اونجا. سیفدا جان حالا نه وقت میشه باید آرایشگاه بریم. من نمیخوایم که بیشتر از این وقت شما را بگیرم. روز بخیر. روز بخیر. علی خداحافظ. کوکسال بلی از خدا استاد شو لطفا. کوکسال پدر؟ حالا توی طرف یا سوچو امرای و آدم درباره چی گپ میزدی سیفدا؟ پدر شما در اینجا چی کار دارین ها؟ ما به تو چی گفته بودم دخترم؟ تو دیگه امرای و آدم نمیبینی فهمیدی؟ پدر بیازم ما او را ندیدم. پیش توکچه آمده بودم. باز با او مقابل شدم سلام علیکی کردم. بار دیگه با این منطقام نمی فهمیده شد. کاکا کوکسال سیفدا توکچه تو آدم هم مشناسی دخترم؟ استاد علی را میگی؟ نه یعنی صحیح نمشناسمش. بیبی بعد از این اگه تو میخواستی امرای سیفدا ببینی باز یا در خانه ما میبینی یا در کدام جای دیگه فهمیدی؟ درست است. اما پدر گفتم بار دیگه در این منطقه قدم تا نمیمانی.
فهمیدی؟ کوکسال بیبی کلکی طرف ما سیل داره، خواهش میکنم چپ باش. کاکا کوکسال سر ما زیاد نه وقت شده. حالا سیفته جان. کوکسال خیر آرام باش، چی میشه؟ کوکسال تو خوب هستی؟ کوکسال تو را چی شده؟ آی کوکسال تو خوب هستی؟ کوکسال بگو چی شده؟ ماما خوب هستی؟ کوکسال ماما بخیز، تو را به دواخانه میبرم. بخیز حالا. خوار جان، ماما جانم در گوشه بیال افتیده بود، اینجا آوردمش. بفرمایین اینجا بشینین لطفاً. بیشی شما کرتیتانه بکشین، من فشارتانه میبینم. درست از باشم رایت کمک کنم. کوکسال جان همین قسم بکشش. سلام علیکم تغرل پدر. علیکم سلام. چقدر خوب شد که آمدی. من با تو میخواستم چیزی را نشان بدم. به خود گفتم کاش که بیایی. خیرت باشه. یک دفعه خوب بیشین. در بین وسایل قدیمی پیدا کردم بچه. از زمان یتیم خانه است. یک بار ببینش، ببین که چیز مهم است یا نه. چیزی هست بچه. اویگار خیریت است بچه؟ چی شد؟ کشته تانسته او شاپرک چرمی را؟ به خاطر که تو مرا الا کده و رفتی کشته نتانستمش. اویگار بعد از او چیزایی که شد نه، کسی که باید حساب پرسان کنه او من هستم، تو نه. قرض جانی را که سرم داری فراموش نکردیم، اما اگر قوانین مزیر پای کده بخوایی ادایش کنی، بازو جان را که نجات دادی به هیچ درد نمیخوره. خوب است. خیلی او صورت میخوایم که تو بریم یک کار کنی پیلوت. بگو اویگار. تو بیادر سیفدا سینانه به منطقه علی روان کو تا که در اونجا مواد بفروشه. چی؟ حال دیگه ای گپ از کجا برآمد؟ میخوایم که به سیفدا چهره واقعی و احمق نشان بدم. شما ای کار کده میتونین یا نه؟ میتونیم اما ای که تو میخوایی چی کنی ای را نمیفهمم. چیزی که ما گفتم فقط اما تو که دیگه دقیقش هم نباش. سعید همی کارا میکنیم، اما به شرطی که ای کارا بدیل قرض جانی ما فکر کنی. قبول است. اویگار مربوط ما نمیشه، اما تو او دختره که تو را نمیخواه چرا میخواییش؟ چون تو قلبت به این قسم یک چیز اجازه میته. خدا میفهمه که تو چه فکر میکنی پیلوت. نه که من میخواستم که قسم شوه،
ای دیگه چی منامته بچه؟ کسی هست که در سرت اسلحه گرفته؟ گرفته خطرناکترین اصل دنیا را بالایم گرفته، اما بالای سرم نه، ده اینجا بالای قلبم. عشق خطرناکترین اصل روی دنیاست. تو فکر میکنی که من بدون سفدا بوده میتونم پیلوت؟ میتونی بچه، البته که میتونی. فراموش کو کل کار خلاص میشه. ای گپا با گفتن آسان است پیلوت. من به خاطر فراموش کردن سفدا ماها و سالا تلاش کردم، کلی چیز از بین بردم، سوختاندم، شکستاندم، دور انداختم، کلی چیز فراموش کردم، حتی نام خودم. فقط سفدا را فراموش کردن نتونستم. در جایی هر چیزی را که فراموش کرده بودم بازم سفدا را قرار دادم. من واقعا عاشق سفدا شدم پیلوت. غیر از دیگه هیچ چیز را نمیفهمم و در قصه هیچ چیزی هم نیستم. هیچ چیزی. هر وقت که کار سینان حل کردی باز به من خبر بده. محکوم به دوست داشتن سفدا شده. بی عقله بچه، من جیگرم در پتنوس مانده در دستم میگردانم، بازم کسی مرا نمیخواه. دختری که برم روی نمیته پشت و میدم. بالاخره یک چیزی به نام غرور مردی هم هست. همون تو نیست وداد بچش؟ همون تو راست پیلوت. وداد ای کار حل میکنیم. نباید دیگه منت کسی را بکشیم. سینان پیدا کن مستقیم به جای همیشگی بیارش. ما میریم مغز استاد بسیار خوب واز میکنیم. برش باید بفهمانیم که بار دیگه در کار ما غرض نگیره. حالا بچه گپه ای صندوق برآمد. پرسان کردن نتونستم. چطور که دیگولسا پیش تغرل پدرت آمدی ها؟ یک کار بسیار عجیب شد تغرل پدر. خیرت باشه. وقت خانم سیفداره به خانهشان رساندم باز همراه پدرش معرفی شدم. خواده ای چی گپ است دیگه که ما عجله کردی؟ اما خیره او موضوع نیست تغرل پدر. یعنی او آدم قبلا در کدام جای دیده بودم. چه قسم؟ همراه پدر سیفدا دخترم نیک معرفت داشتی؟ راستش کاملا خوب گفتن نمیتونم، اما قبلا حتما در کدام جای مقابل شدیم. در کجا؟ در یک جای غلط و هم در یک وقت غلط. در کجا هم دیگر را دیدین بچه؟ در همون مکان ارنیکو. در اونجا چی کار داشت؟ قسم میخورم من امرای اونا ارتباط ندارم. من از اونا قرض گرفته بودم، پرداخت نتونستم. وقت پرداخت نتونستم باز بالایم سودش اضافه شد. مرا به اینجا خواستن، بسیار لطم کردن، مرا به ایالت رساندن، میخواستن مرا بکشن. اما وقتی که تو آمدی باز نجات یافتم. قسم میخورم امرای اونا هیچ ارتباطی ندارم. لطفا بسیار تشکر. سلامت باش. به خاطر یک قرض او آدمه در اونجا آورده بودن تغرل پدر. وقتی ما سر اونجا حمله کردم باز او آدم نجات یافت. توبه توی کاره ببین. همراه او گپم زدی؟ نه پدر، هیچ نفهمیدم که چی بگویم. وقتی که مرا دید زیاد عجیب رفتار کرد. فکر کنم که ترسید. تو چرا ترسیدی بچه؟
نفهمیدم. به این خاطر ترسیده که به شخص مثل تو دختر خود نخواد داد. پدر بیبی فقط هر دقیقه می گپ میگه، اما او قسم یک چیز نیست. بیازو سیفدا دختر زیاد متفاوت است. یعنی طرز دید او به زندگی. خو یعنی او قسم یک چیز حتی در فکرم هم نامده پدر. بیازو در فکرت نمی، در قلبت میای بچه. در قلبم چیزی را که چشم میبینه دروغ گفتن نمیتونه. سیفدا کدام چیزی شده؟ پدرت چرا نمیخوای کمرای استاد علی ببینی؟ در اصل هیچ چیز نشده توکچه. در او صورت خیلی چرا او آدم تا منطقه آمد؟ چرا نمیخوای ببینی؟ اوف نمیفهمم توکچه، ما هم هیچ چیز نمیفهمم. بسیار زیاد تشکر. هرچی که به خیر ما باشه. این ماما پدر سیفدا خواهر است. این خالام مادرش میشه. ترس چقدر خوب. نه که به دیدن ملا علی آمدین. آی نه، راستش اینجا دوست دخترم است، نامش توکچه است. ما به دیدن او آمدیم. ها توکچه را مشناسم. خانه ملا علی هم دقیقاً در مقابل خانه توکچهشان است. مادر کسی خواست شما درباره ملا علی پرسان نکده؟ ما هم دیگه بریم. کوکسال تو حال خوب استی اما تو نیست؟ این ماما نمیخواه که سیفدا خواهر ملا علی رو ببینه، اما تو نیست؟ چرا نمیخواین که دیگه خدا ببینن؟ والا اگه بگویم علی فرشته از دروغ نمیگم. حالا دیگه کوکسال آیسته بریم. ما براتون یک تاکسی میگیرم. بفرمایین آقای محترم. روز بخیر. روز خوش خواهر جان. خاله جان روز تو هم خوش. از طرف ملا علی کاملا دلتان جمع باشه آقا. او هیچ وقت کار اشتباه نمیکنه. اجازه نمیده که کسی دیگه هم کار اشتباه کنه. نه خوشونیدی نه کوکسال، ناب تشویش میکنی. ها تاکسی. بیا بفرمایید. اساس فکرتان باشه حالا. چی شده؟ سینانو پیدا کردن؟ نه پیلوت، اما پشتش میگردن. این مولا هم بیخی گم است. چطور است یک دفعه دکان ببینیم ها؟ شاید آمده باشه. بچه‌ام چند دفعه در منطقه گشتیم، نیست دیگه. شاید هم فرار کرده. نه پیلوت، او آدم روی نداره که فرار کنه. پس در کجاست بچه؟ صبر پیشی دواخانه استاد کو. دوا کار داری بیاده؟ به خاطر یک مقابل دواخانه گفتین استاد کنیم. راست میگه پیلوت، اکرم حلش میکرد. نه شما هم اینجا باشین، ما دوای من خودم میگیرم. ما به خاطر که در زمین نفتی تو را قایم گرفتم. خو سیز بسیار تشکر. شما به خاطر چی آمدین؟ باز به خاطر چور کردن آمدین؟ نه، او دفعه یک غلط فهمی شده بود. من کت چور و چپال غرض ندارم، فهمیدی یا نه؟ او موضوع دوستم بود دیگه. یعنی منظورم از دوستم یعنی دوست نزدیکم نه، یعنی یک دوست بسیار دورم است. سیز بر صورت بانش چی میخواین؟ من دوا کار دارم. دوای چی؟ قلب. قلب؟ نه
قلب نه، سرم درد میکنه. میخواستم فشارم ببینم. قلب؟ سرتان درد میکنه؟ میخوایم فشارتان ببینم. شما سرما رشخند میزنید؟ نه، چرا این کار کنم؟ چرا رشخند بزنم؟ بیادر مولا فشارتان کم بالاست. در اینجا بالا رفت. یعنی راستش وقتی در این منطقه میایم ما یک رقم میشم. با این فشار از بین نمیرین. خانم دویگو میشه در بیرون چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ میشه. بیا زمان پشت تو میگشتم. گپ میزنیم. بعد از این اگر تو یا یکی از نفرایت اینجا ببینم با گپ زدن وقت مزایی نمی کنم، میکشمشم. گاهی پشت یک چیز سالا میگردی، مگم نمیفهمی که پشت چی میگردی؟ ایرم میفهمی که ارنیکه و نفرایش به خاطر چی کشتن؟ نه سفدا زود شو، زود را برو. چرا هر طرف سری میکنی؟ علی آمده دانه درواز است، میخوای شما رو ببینی. دماتر بشی. بیادر